پایان تمام ابراهیم رئیسی، مرد که به آخر نرسید. به نام خدا و سلام بر شما و چینل خبری گلوبال نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 4 جوزا است و مشروع خبر. در حالی که بیش از 1000 روز از دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته بود، هلیکوپتر حامل و همراهانش در حوالی ورزقان در آذربایجان شرقی دچار سانحه کشته شد و بدین ترتیب پرونده هشتمین رئیس جمهور ایران بسته شد. او در بین رؤسای جمهور ایران بعد از محمد علی رجایی و ابوالحسن بنی صدر کوتاه‌ترین دوره ریاست جمهوری را داشت و عمر ریاستش در پستور به 30 سال نرسید. ابراهیم رئیسی تا پیش از آن که رئیس قوه مجریه شود به عنوان یک چهره قضایی و امنیتی در بین فعالان سیاسی و مدنی در رسانه‌ها شناخته می‌شد. به قاضی القضانی اطلاق آیت الله و دکتر به ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 از نشانه‌هایی بود که برای این گمانه‌زنی‌ها استناد می‌شد. ابراهیم رئیسی تا پیش از انتخابات 12مین دور ریاست جمهوری برای عموم مردم چهره ناآشنایی بود و خبرهای محدود هراسگاهی از او شنیده می‌شد. او اگرچه در آن دور از انتخابات از حسن روحانی شکست خورد، اما زمینه مهمی برای تغییر و نقش‌آفرینی او در جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد و ریلگذاری جدید در آینده سیاسی او صورت گرفت و زمینه ساز حضور دوباره‌اش در انتخابات 1400 شد. در این دوره از انتخابات به اقداماتی که شورای نگهبان در بررسی نامزدها و بنای مهندسی انتخابات داشت تمام شرایط لازم برای پیروزی او فراهم شد. در روزهای گذشته با پایان یافتن مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت آقای رئیسی و رقبای او برای انتخابات 1404 در حال گرم شدن بود که خبر سقوط هلیکوپتر حامل او پرونده اش را بست و تمام معادلات درباره آینده دستگاه اجرایی و مجلس خبرگان رهبری را در حال لای از ابهام فرو برد. با وجود اینکه علی خامنه‌ای در واکنش به خبر سانحه هواپیمای رئیس جمهور گفت هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تشکر از اینکه تا اینجا بیننده ما بودید. به پایان موضوع خبری این ساعت رسیدیم. تا ساعت دیگر را خبر جدید دیگر که دوباره برمیگردیم با ما باشید و چینل ما را سابسکرایب و لایک نمایید تا از تازه ترین اخبار افغانستان و جهان آگاه شوید. بدرود.